اینجا لابلاست و خوش اومدید به اپیزود اول. امروز میخوام درباره ترس از شروع کردن حرف بزنم. اینکه چرا شروع کردن انقدر مهمه، حتی اگه شروعمون کامل نباشه. تا حالا فکر کردید چرا شروع کردن انقدر برامون سخته؟ یا چرا کارامونو هی عقب میندازیم؟ جواب برای هر کس فرق میکنه، اما برای من اینطور بود. وقتی یک کار رو توی ذهنم سخت یا دست نیافتنی می‌دیدم، ناخودآگاه دچار کمالگرایی می‌شدم. کمالگرایی یعنی چی؟ یعنی به خودت بگی نه، باید حتما یه دوربین خیلی خوب داشته باشم تا بتونم عکاسی رو شروع کنم. یا حتما باید برم کلاس نویسندگی تا بتونم بنویسم. و همین باعث اهمال کاری می‌شد. یعنی شروع رو عقب مینداختم چون فکر می‌کردم هنوز آماده نیستم. اما برای یکی دیگه ترس از شروع ممکنه ترس از شکست باشه، یا تجربه های بد قبلی، یا اینکه مسیر براش واضح نیست، نه چون کار سخته، چون نمیدونه از کجا شروع کنه. آدم تو تاریکی میترسه. یکی ممکنه از قضاوت شدن بترسه، اینکه دیگران چی فکر میکنن، اگه اشتباهاتم رو ببینن چی میشه. گاهی هم ترکیبی از همه این هاست. بذارید یه چیزی رو واضح بگم. ما فکر میکنیم برای شروع هر کاری باید آماده کامل باشیم. ولی حقیقت اینه که آمادگی کامل هیچ وقت از راه نمیرسه. بیشتر وقتا ترس از شروع پشت چند تا فکر کوچیک قایم شده. اگه مسخرم کنن چی؟ اگه خراب کنم چی؟ اگه موفق نشم چی؟ و همین چی ها تبدیل میشن به یه دیوار نامرئی که نمیذارن قدم اول رو برداریم. من خودم دقیقا همینطوری بودم. ایده همین پادکست 3 سال توی ذهنم بود، ولی ترس هام اجازه نمیداد شروعشون کنم. ولی تجربه بهم یاد داد که قدم اول از دور ترسناکتره و از نزدیک قابل انجام‌تر. نباید از تجربه‌های بد قبلی بترسیم. باید ازشون یاد بگیریم. وقتی از شروع فرار میکنیم، در واقع داریم از قضاوت شدن فرار میکنیم، نه از خودمون کار. از اینکه دیده بشیم وقتی هنوز مبتدی هستیم. اما واقعیت، هیچ کس از روز اول عالی نبوده. نه نویسنده ها، نه عکاس ها، نه هیچ کسی که تو امروز اون رو تحسین میکنی. همه فقط یه روز گفتن بی خیال، من امروز شروع میکنم. و همونجا بوده که معجزه براشون اتفاق افتاده. منم امروز همین کارو کردم. گفتم همینطوری، همینقدر ساده شروع میکنم. و این پادکست نتیجه همون قدم اوله. حالا میخوام ازتون سوال بپرسم. کدوم کاریه که مدت هاست میخواید انجامش بدین یا شروعش بکنین؟ ولی هی موکولش میکنین به فردا، هفته بعد یا وقتی آماده شدم؟ شاید یه زبان جدید، شاید ورزش، نوشتن یا حتی یه پروژه کوچیک شخصی. هر چی که هست، میخوام همین امروز بعد از شنیدن همین اپیزود یه قدم کوچیک ولی واقعی براش بردارید. چون شروع واقعی نه بزرگه نه کامل، فقط یه چیز ممکنه. خیلی خوب، خیلی حرف زدم. اینم از اولین قدم من. ممنونم که همراه لابلا بودید. تا اپیزود بعدی شروع کنید. حتی اگه یه قدم کوچیک.